دیگر دو حاصل چیندگی ولی با 25 کورک دیگه دارم. کورکی که ولی نوش گفته. جنایدالله زکیرов یکی از سهامون خوجگی پختکار از حاصل امسال قناعتمند است. از چینکی اول 20 سنتنر حاصل به دست آوردند و از روی پیشبینی‌هایشان تا آخر موسم حاصل جمع‌آوری تillои سفید را به 30 سنتنر از هر گکتار می‌رسانند. با وجود آنکه امسال به فرق از سال‌های پیش یک نوع پنبه‌دانه دورگه چینی را با نرخ گران خریدند ولی الکی از چینش یکم خراجات آن را پوشاندند. ام تخمی انا خطای آوردگیان دو بار کردگی حاصلش بسیارم حاصلی نازایی. وقتش خطی موضوع قشه دادگیم ای پیشتره خیلی فرق زیاد داره. فرقش می حاصل نوکش بلند ایده. زمین های نو کارم این خیلی پلانا رو بود میکردی. از زمین های چیده و قدر چی نبودی یک دو برسی و حاضر کدام زمین دیگه بود امید خلاصی گپ امی که یکم مهنت ده. این دهقان از درآمد امساله پختش که با گفته‌اش سرحاصل است میخواهد برای خوجگیش باز یک تکنیک دیگر خرد. در برابر 6 عضو خوجگی باز نزدیکش 40 نفر دیگر عمدتاً زنهای خانشین در 7 گکتار پخته میچینند. هر بیگه در سر ترازو اولیگ میگیرن. سعادت که خانشین است هر روز تا 80 کیلو پخته میچیند. یگانه درآمد خانواده مثل دیگر همسایه ها در این شب و روز هم از همین پخته است. شکر خدا خیلی بسیاری آدما خونشینان شوهراشو چند سالی شدگی بررسی رفتگی میسوگا پرتفتگی رفتگی هم و یا 3-4 کودک دارن. انا یپام چند سال شده شوهرشون نیست صاحب 3 کودک. صاحب 3 کودک نه اصول دخترکش با همین چین و شوهر داد. در حالی که در پخته‌زارهای کشور چینش دوم و سوم پخته ادامه دارد، این شب و روز حکومت کشور اعلام کرد که الکی جمع‌آوری حاصل پخته در تاجیکستان از نقشه بر زیاد اجرا شد. اما خود خوجگیداران هم میگویند احتمال است بعد از اجرای جمع‌آوری نقشه هم از چینش‌های من بعده یعنی سوم و حتی چهارم هم حتی تانه‌های زیادی پخته را باز جمع‌آوری کنند. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تا امروز از 173,000 گکتار زمین 356,000 تانه پخته جمع‌آوری شده است و نقشه که سالهای پیش تا دیر باز اجرا نمیشد بر محل اجرا شده است. مقامات سبب بر وقت اجرا شدن نقشه جمع‌آوری پخته را در مساعد آمدن باد و هوای امساله و رعایت نمودن اگرتکنیکای پرورشی آن میدانند، ولی یک سبب دیگر را دهقانان مثل جنایدالله زکیرov در نوع پخته می‌بیند که حاصل زیاد داده است. با سالهای گذشته امسال خیلی خوب برامون شده است. برای آنکه سالهای پیش ما دسترس کردن تخمی را کم دسترس می‌کردیم، برای آنکه تخمی خوب نبود. امسال که ما کار کردیم با همراهی مردم چین یعنی خطایی ها آنها با ما تخمی ناز را دسترس کردند. پیشتر از ولایت سوغد از ولایت ختلان می‌گرفتیم محلی تاجیکی بودن و یا موندن خود حاصل خوب به دست آورده می‌توانستیم. پخته که از محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان است، مقامات کوشش دارند آن در داخل کارکرد شود. برای این در یک سال اخیر برای کارخانه‌های کارکردی پخته و استحصال کنندگان امتیازها داده شد. در حقیقت در خوجگیداری جمهوری اگر پخته از ابتدا و تا انتهاش یعنی تا برآوردن محصولاتی لازمی برای مردم اگر استحصال کرده شود، تاجیکستان میتواند نه کمتر از 3 برابر ارزش پخته درآمد خوب به دست آورد. حالا دهقانان میگویند 1 تانه پخته را به کارخانه‌های کشور با نرخ از 3.5 تا 4.5 هزار سامانی میفروشند، ولی در بازار جهانی نرخ 1 تانه این محصولات در چند روز اخیر تا به $1052 گران شده است.